تعمیر باتری لکزوس NX هیبریدمون تموم شده. میخوام ببریم نصبش بکنیم. اینو بگیر قشنگ بذار. تعمیرش تموم شده. بریم برای مرحله نصبش. داخلش هم فیلم بگیر، داخل ماشینا. در باز کن. امیر جان سیم کشی رو بگیر. این سیم کشی باید از این وسط رد بشه. مراقب باشید این سیم کشی یه موقع آسیب نده. خب اینجا امیر حسین زحمت کشید واسمون مرتب درش آورد. کامل مرتب واسش. ادامه فیلم رو بریم برای روشن کردن و بالانس کردنش.